اگه این شامپو رو داری همین الان بندازش دور. اگه دیدی موادش انقدر رقیق و آبکیه چون فیکه. میخوام فرق فیک و اصلش رو بهت بگم. شامپو رزماری یه شامپوی ضد ریزشه که امروزه خیلی سر صدا کرده چون خیلی ازش نتیجه گرفتن، ولی متاسفانه فیکش از اصلش بیشتر شده. تفاوت اصلی توی مواد این دوتا شامپوه. شامپوی فیک کاملا رقیقه. این دونه های سفیدم من تازه دارم میبینم، معلوم نیست چه بلایی قرار سر موهاتون بیاره. ولی شامپوی اصلی موادش کاملا سفیده و خیلی غلیظه، همون موادی که خیلی ازش نتیجه گرفتن و باعث قطع ریزش موشون شده. شامپوی اصلی رو وقتی باز میکنید یه درپوش پلاستیکی داره، ولی برای شامپوی فیک این شکلیه که معمولا هم داخل شامپو میفته. تاریخ انقضای شامپوی اصل زیر محصول حک شده، ولی برای شامپوی فیک روی محصول به شکل ناخوانا. اصل این شامپو رو میتونید با خیال راحت از ما تهیه کنید، ولی قبلش کپشن رو حتما بخونید.